سلام. اگه تو هم یه نفر تو زندگیت هست که خیلی دوستش داری، بهش عشق میدی، اما نسبت به احساس اون به خودت کنجکاوی، تا انتهای این ویدیو با من باش. 3 بار اسمشو توی دلت تکرار کن، کلمه احساس رو زیر این پست برای من کامنت کن و ببینیم که چه حسی بهت داره. اولا که من رابطه شما رو یک رابطه پر از تنش دارم میبینم. هر دو نفر شما آدمایی هستین که به شدت دوست دارین کنترل رابطه تو دستتون باشه و یا کلا آدمایی هستین که دوست دارید حرف خودتون باشه، اما کاراکتر شخص مقابل یه خورده زبون تند و تیزی داره. یه خورده آدمیه که با حرفایی که میزنه باعث ناراحتی یا شاید دلشکستگی تو بشه. آدمیه که به سختی احساسات خودش رو بروز میده و دائما سعی میکنه با کلمات تند و تیز تو رو کنترلت کنه. نه اینکه دوستت نداره، ترسش از اینه که یه جورایی یه نفر دیگه بتونه قابتو بدزده و تو رو از چنگش در بیاره. این آدم گاهم به خاطر اینکه جلب توجه بکنه ازت فاصله میگیره، قهر میکنه یا با رفتارهای تند و تیزش تو رو دچار شوکای عصبی میکنه و همین موضوع باعث شده که تنش این رابطه خیلی زیاد بشه. ببین، من این آدم رو دچار بحران فکری دارم میبینم، بحران فکری خانوادگی. انگار این آدم یا در یک مرحله بحث و جدال بزرگیه یا یکی از اعضای خانوادهش در حال جدایی هستن و این آدم به خاطر این مسائل خیلی به شدت ترس و نگرانی داره و با حالا بحثایی که پیش میاره، با کلکلایی که میکنه، سعی میکنه خودش رو اینجوری آروم بکنه یا شاید تو بیشتر درکش بکنی. یه خورده با این آدم مدارا بکن به نظرم. با توجه به کارتا عنصر وجود این آدم یا باید هوا باشه یا آتش و به خاطر همین مسئله خیلی تند و تیزه و میتونه توی یه لحظه شما رو به هم بریزه، اما در کل کاراکتری که قابل اعتماده و من دارم میبینم که این آدم برای محکم شدن این رابطه همه تلاش خودش رو میکنه. از بحثا و دعواهایی که داره بینتون پیش میاد اصلا نگران نباشید. گاهی اوقات احساس میکنه شاید یه رقیب همین وسط باشه، اما چیزی که برای من اینجا کاملا مشخصه اینه که این آدم فقط دچار بحران فکریه و اگر این بحران فکری آروم بگیره میتونه خودش رو بیشتر به شما ثابت بکنه. من به زودی این آدم رو روی برج 10 میبینم که با یک پیشنهاد سخاوتمندانه به سمت شما میاد. حالا سورپرایز، هدیه یا هر چیزی که براتون داره به شما پیشنهادی میده که قلب و دل شما رو روشن میکنه. موفق باشید.